شکل پذیری چیه؟ شکل پذیری یعنی توانایی یک عضو یا کل سازه برای تحمل تغییر شکل‌های زیاد بعد از رسیدن به حد تسلیم بدون اینکه مقاومتش به طور قابل ملاحظه‌ای کم بشه یا گسیخته بشه. فرض کن ما سازه رو فقط با رفتار الاستیک طراحی کنیم. اون وقت باید تیرها و ستونها رو خیلی بزرگ بگیریم تا همه نیروها رو تحمل کنن که به صرفه نیست. به همین خاطر توی طراحی بخش‌هایی رو برای شکل پذیری تعبیه می‌کنیم. مثل یک حلقه در یک زنجیر. اگر حلقه بعد از رسیدن به نیروی تسلیم سریع پاره بشه، این بدترین حالت ممکنه. اما اگر بعد از اون بتونه تغییر مکان زیادی داشته باشه و هنوز مقاومت خودش رو حفظ کنه، این یعنی حلقه شکل پذیر هست. در سازه ها هم بعضی اجزا مثل تیر پیوند در قاب مهار بندی شده نقش همین حلقه رو دارن، مثل یک خازن که انرژی رو جذب میکنه. وقتی سازه شکل پذیر باشه میتونه تغییر شکل‌های بزرگی رو تحمل کنه، ترک بخوره ولی فرو نریزه. همین موضوع زمان کافی برای تخلیه ساکنین ایجاد میکنه. حالا سوال اینجاست، سازه بتونی شکل پذیری بیشتری داره یا سازه فولادی؟